این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای پریشون احوالی که قبل از سفر شیخ فری به نیویورک به صحنه اومد تا به بنبست در نظام ولایت اعتراف کنه و بگه مذاکره‌ای در کار نیست. یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. به این ترتیب اونایی که خیز برداشته بودن تا شیرجه بزنن تو حوض مذاکره با چنین صحنه‌ای مواجه شدن. از اون طرف شیخ فری همچنان در حال خالی بندیه و هر بار برگ جدیدی رو میکنه. امروز میبینیم که تو جهان چهره جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهره صلح طلب، معتدل، متعادل مطرح است. بله، این شما و این جلوه ای از چهره صلح طلب آخوندا، اونم در ویترین بیرونی نظام یعنی تیوی ریش زدن تأسیسات نفتی عربستان رو ترکوندن، بعد اینجوری هم براش تبلیغ میکنن. آقای محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن پشت خط ارتباطی شبکه خبر هستن. سلام میکنم به ایشون. آقای البخیتی بفرمایید که پیام چنین حمله قاطع و گسترده‌ای به تأسیسات نفتی عربستان چه بود؟ عملیاتمون را افزایش خواهیم داد، گسترش خواهیم داد علیه تأسیسات زیربنایی و تأسیسات نفتی عربستان. البته آخوندا از قبل به اشکال مختلف برای چنین حمله‌ای زمینه سازی کرده بودند. از هارت و پورت کردن بالای منبر بگیر تا این روزه‌های جنگ طلبانه. ای لشکر حیدر کرار خنجر یمنی را ماشاءالله حزب الله. این پاسدار حاجی زاده تا دلتون بخواد دنبال ارائه یه چهره صلح طلب از نظام ولایته. پایگاه امریکا در العدید در قطر، پایگاه امریکایی در ظفره امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه میزدن ما میزدیمشون. البته تو این وضعیتی که آخوندا دارن، اگه ماشینشون به هر کی بزنه زبار خودش در میاد. این حاجی کلمبوس هم تو خطبه‌های نمایش جمعه از وضعیت درام نظام پرده برداشت و گفت که جام زهر موشکی رو میز عظماست. این مکرون که بلند شد که انگار مکر خالی خالی هم هست. مکرون اسمش هم به معنای یه آدم حیله باز که نوکری ترامپ و این دوتا کنار هم که میستن برای آخه این بلند شده رفته توی آمریکا ما میخوایم یه مثلا صندوقی باز کنیم نمیدونم ایران معامله بکند. این را میگن بعضی ها ولی نمیگه که این گفته مشروط بر این که ایران بیاد پای مذاکره در مورد موشک‌هاش. خلاصه ای که همه این شاخ و شونه کشیدن‌های آخوندا از روی ضعفه و ته خط تنها کاری که از بسیجی‌ها برمیاد یه چیزی تو این مایه هاست. اینجاست که همه سلاح‌های عظما از دور خارج میشه و مجبور میشن دست به دامن روزخونا بشن. مسئولینی که فشار کار و گرفتاری ها و مشکلات به شما هجوم آورده، چرا شما با روزه تهاجم نمی کنید به مشکلات؟ بابا این سلاح ماست.
تیویریش هم بلافاصله این گزارش رو پخش کرد تا بگه سلاح روزه روی دشمنان کارایی داشته و باعث افسردگی در اروپا و آمریکا شده. آمریکا و اروپا در صدر کشورهای افسرده جهان. بر اساس آماری که سازمان بین المللی توسعه و همکاری اقتصادی OECD اعلام کرده، از هر 1000 آمریکایی دست کم 110 نفر به افسردگی مبتلا هستند که بیشترین آمار ابتلا به این بیماری در یک کشور در میان کشورهای جهان است. همه این داد و قال‌ها در حالی صورت میگیره که یکی از اعضای خبرگان خود آخوندا حرف آخر رو میزنه و میگه ما داریم خودمون رو میزنیم. ما داریم با پرده پوشی و پنهان کردن اشتباهات با دست خود و به اسم اسلام ضربه‌ای به خود میزنیم که صدها برابر مهلک‌تر است. آمریکا هیچ وقت نمیتواند چنین غلطی بکند. یه زمانی بود که خمینی دجال ولایت فقیه رو اینطوری تعریف میکرد: اینهایی که با حکومت فقیه مخالفند، با اینکه الان هم در قانون اساسی که درست کردن قضیه حکومتی نیست تو کار. اصلا اسلام حکومت نداره. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. اما حالا ببینید کار به کجا کشیده که هیچ پشمی به عمامه عظما نمونده و حتی توی تیویریش هم اختیارات ولی فقیه رو اینطوری به چالش میکشن. شما یه نکته‌ای میفرمایید، میگید رؤسای جمهور میگن ما بازیچه ایم و مثلا همه چیز دست رهبری است. درست فهم کردم دیگه. شما یه نکته دیگه میفرمایید، میگید آقا با این روند حرکتی که ما داریم میریم به آنجا که باید برسیم نرسیدیم، پس رهبری چه میکند؟ میشه به خاطر اینکه بالاخره مردم نمیدونن خود ولی فقیه پاسخگو باشه یا اون کسی که منصوب شده پاسخگو باشه. ایشون خودش باید به هم پاس بدن، یه راه فراره. طرف میگه من اختیار ندارم، از ولی فقیه بپرس. ولی شما داری همین ولی فقیه میگه چی؟ من منصوب کردم، اینجا من نباید ورود کنم، از خود منصوبی نشم. شما داری دقیقاً پاسخ رو میدید. این یک راه فرار هست. اجازه بدید آقای دکتر این صحبت یک راه فرار است برای مسئولینی که کوتاهی کردند در انجام کارهاشون. از اون طرف نوچه های عظما هم از هر فرصتی استفاده میکنن تا شیخ فری رو بکوبونن و از اختیارات عظما دفاع کنن. رئیس جمهور میاد میگه آقا من اختیاراتم کم بوده که نتونستم. کجا اختیارات داشتی که یه قدم مثبت برداشتی؟ همه چی رو با خاک یکسان کردی. اگر تو رو به من بدن یه طویله رو دست تو نمیدم. چون فردای قیامت حیوانای اون طویله جلو منو میگیرن. تو شایستگی اداره 2 تا گوسفند رو نداری. میگی من اختیاراتم کم بود؟ همه چی این نظامو در اختیارت گذاشتن. این هم تصویری از سیر حرکت شیخ فری از وقتی که سر کار اومد تا امروز. در پایان این بخش خوب این جمله عظما رو هم یادآوری کنیم که احتمالاً تنها جمله راستیه که تو عمرش بر زبون آورده. اون روزی که ما نیستیم و شما هستید، بدانید اون روز ملت ایران وضعش، افقش، زندگی مادی و معنویش به مراتب از امروز بهتر خواهد. جنگ و دعواهای باندی در نظام همچنان ادامه داره. یه نمونهش حرفای این حجت الاسلام پتالیه که تو مجلسی با حضور عظما اینجوری شیخ فری و دولتش رو سکه پول میکنه. و همین مدیریت بعضا خسته و تنبل باعث شده که جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی عقب‌تر بیفته. انقلاب اسلامی رفت تو جهان، تو منطقه و فراتر از منطقه جبهه یک پارچه مقاومت رو تشکیل داد. انقلاب اسلامی با همون اهداف و آرمانهاش رفت، ولی جمهوری اسلامی و کشور به همین دلیل که بعضا این مدیران خسته و فرسوده هستن حرکت انقلاب رو کند کرده.
مداحان ولایی هم هر وقت تریبون گیرشون میفته یک گازی از پاچه شیخ فری میگیرن. خدا به حق امیرالمومنین یه دولت مرده جوون و همتدار جهادی بیان پای کار باشن، مردم نجات بدن. به حق امیرالمومنین بگو آمین. البته این طرف حواسش نیست که وضعیت نظام پوسیده ولی فقیه با دولت مرد پیر و جوون تغییر نمیکنه. نتیجه این دورخیزا پیشاپیش روشنه. این حجت الاسلام پهنیان هم باز آمپر چسبوند و شروع کرد به عربده کشی علیه اعضای استبل ولایت. آی مجلس شورای اسلامی، آدم باش. کی به شما حق داده شفاف رأی ندی؟ کی به شما حق داده شفاف رأی دادن رو تفتیش عقاید بدونی؟ رأی بر اساس کارشناسی. چی رو از ملت دارید پنهان میکنید؟ البته وضعیت استبل ولایت به قدری شلمشورباست که صدای خودشون رو هم نمیشنون، چه برسه به صدای آخوند پهنیان. نمایندگان وطن، آقایان بزن، آقای جهانگیری بشود، آقای روحانی که در رفت، جهانگیری تا گوش کند، در هیئت دولت بگید نماینده محترم به کنار. آقای لارزانی بگید نماینده به کنار. دوستان صندلیاتون مستقر باشید. بفرمایید دیگه. آقای نماینده که عقبت به ما کردید، به نماینده عزیز کردید، بفرمایید صندلی. همتی به کنار. همکاران این شأن منزلت نمایندگان است. آقای همتی نماینده سیمنان. کفری رو بگو آقا. آقای همتی تو پشتت به ناطق نکن، پشتت به دولت بکن، بزن ما حرفا بزنیم. این اوضاع آشفته باعث شده که بزبز قندی هم توهم بزنه و به یه چنین روزهایی رو بیاره. آقا از پیغمبر تا امام حسین 50 سال گذشته، ما هنوز از رفتن امام 30 سال گذشته، 20 سال دیگه تا کربلا وقت. با بعضی فرمونا ما اگر بریم 20 سال دیگه تو ایران کربلا طبیعی اتفاق میفته. یعنی یک جوری میشه که حرفای شعارهای اول انقلاب میخوای بگی اینا افراطیان، اینا تندن، اینا فلانن. آقا چی حرفا چیه؟ طبق معمول بازار اعترافات آخوندام گرمه و مدام پته همدیگر رو میریزن رو آب. وامایی که شما در ایران میبینید یک کدومش اسلامی نیست. وام اسلامی میخواین آمریکا 0% است. وام 100% اسلامی و قرآنی و دینی میخواین اروپا. اما وام 100% صهیونیستی میخواین خودمون. در پایان توجه شما رو به یه طراحی خاص جلب می‌کنیم که با چیدن متفاوت لباس‌ها یه اثر هنری خلق شده.